امروز قرار است در مورد به قدرت رسیدن کوروش و اقدامات او که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم را شکل داده صحبت کنیم. شاه شاهان، کوروش دوم. در ادامه سقوط امپراتوری آشوری در 612 پیش از میلاد 4 قدرت منطقه را در دست گرفتند: مصر، لیدیه، بابل و امپراتوری ماد که قلمروشان از شرق ایران تا کپادوکیه ادامه داشت. یکی از سرزمین‌های آنها استان پارس بود، منطقه کوهستانی که منزلگاه پادشاهی انشان بود. فرمانروای آن هخامنشیان بودند. بنیانگذار آنها هخامنش بود. در افسانه ها آمده شاه مادها استیاگ در خواب دیده بود که از شکم دختر حامل اش ماندانا آبی جاری می شود که به زودی تمام آسیا را به زیر خود خواهد برد. به همین خاطر با علم به اینکه پسر یک پارسی ناچیز هرگز نمی تواند در امپراتوری بزرگ ماد حکومت کند، او را به وصلت یکی از پادشاهان انشان درآورد. اما بلافاصله پس از آن خواب دیگری دید که در آن تاک‌های انگور از شکم ماندانا بیرون زده و کل جهان را در بر می گرفتند. استیاگ که وحشت زده و بدبین شده بود تصمیم گرفت فرزند دخترش را به هنگام تولد به قتل برساند. این پسر که کوروش نام داشت در سال 600 پیش از میلاد در قصر سلطنتی هکبتانه به دنیا آمد. استیاگ به یکی از مردان ارشد خود هارپاک دستور داد بچه را گرفته بکشد و بدنش را در دوردست‌ها رها کند. هارپاک گفت که به دستورش عمل می کند و بچه را به خانه برد. او حاضر نبود بچه را بکشد، اما از خشم استیاگ نیز می ترسید. هارپاک به یک چوپان به نام مهرداد دستور داد این کار را برایش انجام دهد، ولی مهرداد و همسرش به جای کشتن کوروش جوان مخفیانه او را به عنوان پسر خودشان بزرگ کردند. نه هارپاک و نه استیاگ از این موضوع اطلاعی نداشتند. یک روز کوروش که مخفیانه با نام اگراداتاس زندگی میکرد با چند پسر دیگر مشغول بازی پادشاه و محکمه بود. یکی از این پسران فرزند یک نجیب زاده از ماد بود. در بخشی از بازی پادشاه کوروش به پسر اشرافی شلاق زد. پسر نیز از این حادثه به پدرش شکایت کرد. از عامل جرم خواسته شد مقابل استیاگ جواب پس بدهد. او هم خیلی سریع متوجه شد که این همان پسری است که به هارپاک دستور قتلش را داده بود. استیاگ تظاهر به خونسردی کرد و به هارپاک توضیح داد که گاهی بابت آن دستور احساس پشیمانی داشته و این عمل او را باید با ضیافتی جشن می‌گرفت. طبق دستور استیاگ، هارپاک پسر 13 ساله خود را به قصر فرستاد و سپس خود نیز به عنوان میهمان به آنجا رفت. طی این ضیافت استیاگ هارپاک را وادار کرد پسر خودش را بخورد و اگرچه که ندیم ادعا کرده بود که من با هر کاری شما انجام دهید موافق هستم اعلی حضرت، اما تا ابد این کینه را به دل نگه داشت. در همین این کوروش بخشیده شد و حتی به سمت پیاله داری رسید. جایگاه بالایی داشت. این پارسی جوان حتی به عنوان نماینده و مشاور استیاگ خدمت کرد و تبدیل به فردی حیاتی برای او شد. کوروش نیز با کاساندانا ازدواج کرد. او یک هخامنشی و عشق زندگیش بود و همزمان هارپاک مشغول گردآوری اطرافیان ضد استیاگ و دوستی با کوروش بود. در سال 522 قبل از میلاد آنها تصمیم به اقدام گرفتند. شاهزاده که حالا 40 سال داشت به زادگاه خویش بازگشت و مردم آنجا را تشویق به شورش کرد. بعد از پیروزی در مبارزه اول و یک مبارزه دیگر در مرز بین پارس و ماد، کوروش و متحدانش بعد از خیانت هارپاک و استیاگ ارتش او را در خارج از پاسارگاد شکست دادند و خیلی زود شهر اکباتان را فتح کردند. تقریبا بلافاصله هوشرانان ماد در هیرکان، پارت و باختران نیز تسلیم شدند. امپراتوری هخامنشی که در ابتدا همکاری بین پارس و ماد بود زاده شد. پادشاه لیدیه کروزوس با اطمینان از پاسخ دو پهلوی پیشگویی معبد دلف شروع به گردآوری نیرو برای حمله به این غاصب پارسی کرد. پیشگو گفته بود با شروع جنگ یک امپراتوری بزرگ نابود خواهد شد. سال 548 پیش از میلاد کوروش که احتمالاً خبرها را از جاسوسان ارتش در رودخانه هلیس دریافت کرده بود، نمایندگانی را به ایبنیا در یونان فرستاد و از آنها خواست وارد جنگ نشوند. ولی شهرهای وفادار به لیدیه به استثنای شهر میلیتوس بیدرنگ این درخواست را رد کردند. این تصمیم بین یونانی‌های دریای اژه در نهایت بیش از نیم قرن بعد محرک جنگ‌های افسانه‌ای ایران و یونان شد. کروزوس و ارتش بزرگش با گذر از هلیس و مرز هخامنشی‌ها در سال 547 به پتریا رسیدند و آن را اشغال کردند.
کوروش با شنیدن خبر تجاوز به پایتخت خود اکباتان به سمت غرب لشکر کشید تا با لیدیایی هایی که توسط ارتش وفادار ساتراپی ها در سطوح مختلف به آنها پیوسته بودند مقابله کند. هسته نیروهای او شامل پارسی ها و مادی ها بود، اما از سراسر ایران در این ارتش حضور داشتند. وقتی ارتش هخامنشی که از ارتش لیدیه کوچکتر بود سر رسید، پتریاس سقوط کرده بود و مردمش به عنوان برده به لیدیه فرستاده شده بودند. پادشاه لیدیه که به توانایی خودش برای شکست کوروش اطمینان داشت، آماده مبارزه شد. اما در جنگی که یک روز کامل به طول انجامید، ایرانیان ارتش لیدیه را در هم شکستند و کروزوس را وادار به عقب نشینی به سمت سردیس کردند. پادشاه لیدیه انتظار داشت فرارسیدن زمستان از حمله کوروش جلوگیری کند. به همین خاطر مأمورانی را به سوی متحدانش بابل، مصر و اسپارت فرستاد و از آنها خواست تا 5 ماه دیگر ارتش‌هایی برای کمک ارسال کنند. از روی اجبار تمام مزدوران خود را با دستورات مشابه به جاهای دیگر فرستاد، ولی کوروش برخلاف روند مبارزه در این بازه زمانی مسیر لیدیه را در پیش گرفت و در منطقه‌ای در دیدرس سردیس اتراق کرد. کروزوس یک ارتش سوار نظام شکست ناپذیر برای مقابله با ایرانیان فرستاد. آرپاد توصیه کرد که سوار نظام از شتر به جای اسب استفاده کنند. وقتی نبرد آغاز شد، شترها سبب شدند اسب‌های لیدیایی وحشت کنند و سپاه کروزوس تلفات سنگینی داد. اما او توانست به سردیس عقب نشینی کند. قبل از اینکه ایرانیان شهر را محاصره کنند، کروزوس توانست درخواست کمک به متحدانش ارسال کند. با این حال بعد از تنها 14 روز محاصره، یکی از بزرگترین پایتخت‌های نزدیک به شرق سقوط کرد. بعد از یک لشکرکشی رعدآسا، ساردیس و تمام شهرهای آسیا تحت قلمرو هخامنشی بودند. کوروش از جان کروزوس گذشت و او را مشاور خود کرد. آن پیشگویی صحیح بود، اما او به جای امپراتوری پارسی ها، امپراتوری قدرتمند خود را نابود کرده بود. اگرچه به نظر نمی رسید قبل از تجاوز لیدیه به این قلمرو توسعه از طریق مبارزه در اولویت‌های پادشاه پارسی بوده باشد، اما شکی نیست که او بالاخره برای فتح این منطقه دست به عمل می‌زد. در ادامه تصاحب پادشاهی کروزوس، کوروش و فرماندهانش اقدام به ایجاد یک پایتخت جدید و بزرگ در پاسارگاد کردند. و علاوه مقاومت قلمروهای جانبی مثل باختران و اورارتو را نیز تحت کنترل خود درآوردند. سال 542 پیش از میلاد توجه کوروش متمرکز بر یک قدرت بزرگ دیگر بود: امپراتوری بابل. زمان زیادی از روزهای خوب بختالنصر دوم گذشته بود. پادشاهی حال حاضر بابلی ها نبونید حکمران خوبی نبود. او به کاهنان بابلی توجه نمی کرد و بودجه‌ای به آنها نمیداد. مردم عادی را نادیده می گرفت. نوسازی های شهر را متوقف کرده بود و حتی جشنواره سال جدید خدای بزرگ مردوک را هم لغو کرده بود. نارضایتی ها بالا گرفته بود و وفاداری به پادشاه و پسرش در پایین ترین حالت ممکن بود. کوروش نیز کاملا از این وضعیت آگاهی داشت. نفوذی‌های ایرانی شروع به پخش خبری در امپراتوری نبونید کردند که میگفت کوروش قصد بازیابی برتری مردوک در بابل را دارد. در سال 540 کوروش که حس می‌کرد زمان مناسب فرا رسیده، ارتش خود را فرستاد تا به کمک یک شورش محلی ایران تحت فرمان بابل را تصرف کند. این ضربت نبونید را از بازنشستگی درآورد و به بابل برگرداند. آنجا دوباره کنترل ارتش را به دست گرفت. او آشکارا مجسمه‌های مقدس قلمروهای بسیار خودش را تصاحب کرد تا از فرمانبرداری آنها اطمینان حاصل کند. سال بعد کوروش و ارتش رو به قدرتمندتر شدنش به جنوب لشکر کشید تا به امپراتوری بابل حمله کند. اما او این کار را برای رهایی مردم بابل انجام داد. با این حال پیشرفت آنها هفته‌ها به خاطر طغیان انشعابی از رود فرات در شمال اسپیس متوقف شد. اگرچه گردان‌های ایرانی با حفر کانال‌هایی در اطراف رودخانه برای منحرف کردن مسیرش بر این موانع غلبه کردند، اما این تأخیر به نبونیدوس اجازه داد ارتش بزرگی گرد هم آورده و به سمت شمال پیشروی کند. خود پادشاه در سیپار مستقر شد، در حالی که ژنرال گوارا جنگ را هدایت می‌کرد. مبارزه در آخر روزهای سپتامبر در نزدیکی اوپیس رخ داد. آنچه می‌دانیم این است که نیروهای کوروش که تحت پرچم طلایی و قرمز شهباز می‌جنگیدند، باز هم در یک نبرد نفسگیر پیروز شدند. اوپیس سقوط کرد و به گوارا که تسلیم شد جایگاهی در دربار ایران داده شد. نبونید به جای مقابله با ارتش کوروش به سمت جنوب رودخانه رفت. کوروش همراه با سپاه گسترده خود به شهر بزرگ و نظام گسیخته بابل رسید و دید ارتش نبونید در داخل شهر سنگر گرفتند.
این منظره حتی برای کوروش نترسم سهله‌ای به واقع وهم‌آور بود. دفاع آنها شامل چندین لایه خندق، خود رود بزرگ فرات و 2 دیوار غول‌پیکر درونی و بیرونی بود که هر کدام بیش از 25 متر ارتفاع داشت و تا 24 کیلومتر اطراف محیط تقریبا مثلثی شکل شهر کشیده شده بودند. شهر مناطق شبکه‌ای و منظم با خیابان‌های متقاطع داشت که خانه‌ها، معابد و قصرها را شامل می‌شد. مهمترین بخش آن سنگر بزرگ گارد سلطنتی در کنار دروازه ایشتار بود. کوروش درست مثل همیشه بلافاصله مشاورین خود را برای مشورت در زمینه جنگ گرد هم آورد. آنها به این نتیجه رسیدند که حمله‌ای با مقیاس بزرگ می‌تواند منجر به تلفات عظیمی شود. بنابراین سر یک استراتژی پیچیده توافق کردند که به صبر، هوش و زمانبندی مناسب نیاز داشت. ابتدا برای حفظ محاصره‌ای راحت‌تر کوروش ارتش خود را به 2 بخش تقسیم کرد. یکی را در ساحل شرقی فرات مستقر کرد، یعنی جایی که رود در شمال به بابل می‌رسید، و گروه دیگر را نیز پایین رودخانه فرستاد، یعنی جایی که رود از شهر خارج می‌شد. خود کوروش تمام افراد غیر نظامی از جمله خدمتکاران و ملازمان را به شمال برد. آنها همراه هم به محلی از رودخانه‌ای رفتند که سالها پیش حفر شده بود تا موقتاً جهت جریان رود را تغییر دهد. آنها کانالی عریض از حوزه رودخانه تا رود حفر کردند و درختان نخل بزرگ را داخل آن انداخته تا نقش موانعی را بازی کنند که جهت آب را تغییر دهند. وقتی زمین کنده شد، بخش بزرگی از جریان فرات به جای رفتن به سمت بابل به سوی حوزه رودخانه راهی شد. با اینکه گزنفون میگوید سطح آب قبل از این حرکت ماهرانه به عمق بیش از 2 مرد میرسید، اما هرودوت بیان میکند که بعد از این کار عمق فرات فقط تا کمر انسان میرسید. این رودخانه غیر قابل عبور حالا تبدیل به یک مسیر ورود به شهر شده بود. دقیقاً همان شب که مصادف با تاریخ پیدایش جشنواره بزرگ موسیقی، نوشیدن و شور و شادی در بابل بود، کوروش از گوارا خواست از طریق رودخانه کم عمق شده به شهر نفوذ کند. شهروندان در حال پایکوبی بودند و نگهبانان پایتخت نبونید متوجه ورود آنها نشدند. مدافعان که به اشتباه احساس می‌کردند در امنیت کامل به سر می‌برند و مشغول نوشیدن بودند، نتوانستند در برابر نفوذ ایرانیان مقاومت کنند. با طلوع خورشید شاهزاده بلشسب مرده، دروازه‌ها باز شده و شهر تحت کنترل کوروش درآمده بود. نبونید که در واقع در نزدیکی بوریسپا بود، توسط فرمانروای بزرگ ایرانی محاصره شد. در نهایت بخشیده شد و با تبعید به کرمان زندگی راحت و تقریبا شادی را سپری کرد. 2 هفته پس از تصاحب شهر و رسیدگی به تمام تشریفات ضروری، در 26 اکتبر 538 کوروش با استقبالی هیجان انگیز وارد بابل شد و مقام مردود شاه بابل را به جایگاه والای خود بازگرداند و به نیازهای مردم رسیدگی کرد. برای نمایش بیشتر سخاوتمندی خود، حکمران جدید مالیات‌ها را به حداقل رساند. چندین پروژه عمومی را تکمیل کرد و قانون آزادی ادیان را اعلام نمود. منابع تاریخی به طور خلاصه بیان می‌کنند که مردم چه احساسی داشتند. آنها شبیه زندانیانی بودند که در زندان به رویشان باز شده بود. آزادی به کسانی که در احاطه ظلم و ستم بودند بازگشته بود. همه با خوشحالی او را پادشاه خود می‌دانستند. کوروش بزرگ هزاران یهودی را که در بابل اسیر شده بودند آزاد کرد. کوروش دستور ساخت و تأمین بودجه معابد همه ادیان را داد. بابت این سخاوتمندی او تنها خارجی بود که نام مسیح را در مذهب یهودی به او دادند. کوروش پس از فتح بابل نخستین اعلامیه حقوق بشر را نوشت که هنوز هم موجود است. در ادامه تصاحب بابل و امپراتوری غنی آن توسط ایرانیان، تنها رقیب احتمالی که برای کوروش باقی مانده بود مصر بود. اما عمر کوروش پیش از حمله به مصر به پایان رسید. کوروش در پسارگاد به خاک سپرده شد. آرامگاه او از زمان باستان تا به امروز همچنان پابرجاست. این ویدیو را با دوستان خود اشتراک گذاری کنید تا آنها نیز با تاریخ ایران آشنا شوند.